برادرها بسیار روح میته. ولی همین کی را خوندم یک روز از اینترنت، همین کنسترکتوری تیتانیکا، همین کنسترکتوری همین تیتانیکا ساختگی آدم یک به نام توماس اندریوس امتری کنسترکتورش بوده است. همین تیتانیکا در همون مقاله آورده است که 55,000 لشدین سیل داشته است. اگر بسیار مقصد خیلی جمعی قدر 260 متر درازیش، 33 متر بلندیش، نه قدر 28 متر پهمیش همین آورده است و بعد همین گارانتیش، همین خیلی گارانتی وزبین دادگی، بعد همین کنسترکتور همه را جمع میکنه که ژورنالیست ها را، بعد سوال جواب میشه. بعد در همونجا میگه ژورنالیست ها پرسیدنش که خب همین تیتانیک خودت ساختی، مقصد اعتمادی داره در سفر؟ اعتمادی داره مقصد؟ تو چه اندازه همین مقصد کامل پر است که یعنی دیگه اگه جای خوف خطر نداشته باشه؟ بعد میگه همین کنسترکتور گفته است که من همین قطعان میگم که همین خیلی گفته است انا مستحکم و همین خیلی دلپر ساختگیم که خدا چپکش نمیتونه. همین را گفته است که خدا چپکش نمیتونه گفته است. خب کمی غرور نه، همین غرور، همین بدبخت فرعون که سلطنت و همه شرایط و امکانیت همین بردارا که سرجید، بعد گو انا ربکم الاعلی، من خدای بزرگم. همین خیلی ده که همین قدرت و ثروت همین اگر کمتر کنترل نکنی و رعایت نکنی، آینده آمده اینطوری همه باد و بخار میبرن. بعد میگه پزد لیکن بین نه چندان عمری درازی هم ندیده، یک پاره یکم سفرش ده در همونجا نویسندگی که 15 اپریل 1912 عجیبش همین که هم کنسترکتور هم مرد اونجا خشم بود. اینا 1567 کس میگه در همونجا مرد، 2200 کس میبرده. توماس اندریوس ها همین آدم کنسترکتورش بوده است. اگه گپ ببینیم برادرها، غرور را ببینیم که خدای مهربان همین خیلی در برابر غرور شکست که همین روی خب به آبرو و شرمنده شدن همین رو ببین. برای این برادرای از که ما از این محفل ها اینقدر برای شما گفتنیم که چیزی میشنویم، خب باید همون چیزایی که در خدامون داریم میشنویم از نام زبان پیامبر وقتی میگن همه را در خدامون خب جاری کنیم و مطرح کنیم تا که انشالله برای ما و شما خیر دنیا و آخرت میشه. الله همه شما را نگهبان باشه.